همدیران عزیز سلام علیکم. امروز 14 اکتبر سال 2025 میباشد. قرار داریم در شهر اصفهانی جمهوری اسلامی ایران در یکی از زوادهایی که خودروهای پلاستیکی میبرد استفاده میکند برای آب گذرانی، برای آب کشانی، برای آب قطرگی. خلاص چند نمود خودروها میبرد. اینجور لنته‌های اینجا کار کرده شدن برای آواز زور است. بعد اینکه من پیش از این نوار رو گرفتن با مهندس و با انجینیرهایش هم صحبت شدم و با شما نشون نمیتیم آنها رو، چون که آواز لهجه شما رو من حریبی که نمیفهمم، شما اون من نمیفهمید. برای اول من چقدر که فهمیدم اونها اکنون با شما ترجمه کرده سودا کرده با لفظ خودمو میتونم. خود من تلفن رو میگیرم و از بالا رفته نوار کردم میبیارم که این زواد چی سیستم دارد و با شما همچنین درس نشون میدم. هر کدامی در کار شد ما درخواست میکنیم اینجا نرخش رو نپرسید، چون که نرخ یه مترش چند پول وابستگی نداره. این میشینید سکز میکنید، دیامترش میگید، فشار آب میگید، دیگرش میگید، نرخ از چند پهلو وابستگی دارد. یک اون نرخ گفته نمیشود. برای همین با اون آدمای در کار اینجا آمدن که 20 گیرتر میکنند و یک اون یک لخت میخرد کیلوی آمدن است. 10 متر و 20 متر و 100 متر کیلوی اینجا خریدن نیست. بعد توجیسا هم میبرورن. من ندیدم رفتن زبونشون رفتم حاضر من نوار میکنم با از نزدیک گپ بزنم خودم از گوشی تلفن که آواز من بیاید، چون که بسیار قلاقلی بسیار است. منم درون عزیز میریم ها از اولی همین زواد سر میکنیم. از اینجا سر کنیم من این خبرهای آب کشانی این آب میرود برای ودپرواد خانه ها همه جا آب گذرانی، برای آب باغ تا باغ آب بردن استفاده برده می شود. اینجا می بیاییم انا این لنته آب قطرگی آدم من به شما از نزدیک نشان میدم. همین چقدر استحصال می شود. انا این برجامه کردن یکی در کروبکه گرفته محکم کرده شدن، اینجا جمع کرده شدن، حاضر سرشویش می رویم و شما نشان میدم چقدر همین تولد می شود، تولید می شود. میرید اونجا مواد رو میریزم. من این ظرف جای مواد ریزی، موادش اینجا باشه. این مواد سفید چی به سیاه میبروید من نمیدونم. احتمال مواد سیاه داخل این است، داخل کلونی است. مواد سیاه میبیاید داخل اینجا پچکه هست، اینجا جوش میشود، گرم میشود، آب میشود مواد. بعد با هنمی که رفته از اونجا گشته راست هم خیلی تروبه می شود، یعنی قبور می شود. بینید من آمده من همین سوب است. من دست نمیکنم بالا می رود. این رو بگوانم که کرد می برد دو تقسیم کرده محکم کرده سروخش رو همش رو در همین جا اجرا می کند. آورده دو قطار از اینجا برو واسه اینجا آب خنک میکنند. دو قطار از اینجا میبیارد. من رفته شده است و در اینجا دو کلاوه شده است. یک تا کلاوه، دو تا کلاوه. اینجا سه تا همیش شده سالی سیمش کار نکرده است. من دو کلاوه جمع شده است. بعد که جمع شد اینا از داخلی میبرورن خیلی کاروبکه جو میکنند و بالای پلک میمونند خارجه میبرند. حاضر این رو برای روسیه درخواست گرفتند.
حاضر میپرسم که این سلام علیکم. سلام علیکم برادر. ممکن یک سوال کنم؟ همین که شما مونده چند متر است؟ چند کیلو است؟ چند متر است؟ 1020 متر. چند کیلو است؟ 9 کیلو و نیم. 9.5 کیلو 1020 متر. شکل آبش در چند سانتی متر است؟ قطره آب از چند سانتی متر میچکد جوی چکیدن آب؟ 20 سانتی متر. 20 سانتی متر. 20 سانتی متر. قطرش چند سانتی متر است؟ قطرش فکر کنم باید 15 باشه. خوب فهمیدم. در کنید. خب تشکر باشم. آقای دهقان رو خواست پرسید اینجا نامش هم عجایب بوده است. مهندسی کلانش نامش باغبان بوده است. اینش آقای دهقان بوده است. این همش جوروی من بوده است. من این براک یعنی که دورنوشنی هم شدن شد در اینجا کنم. من چی گفتنی هستم؟ اینجا نرخش رو نمیدونم. اینو نرخش شتانی خیلی نداره. یکی مولشون به صفت هایو همین تکنولوژی هاشون اینا همش گرمانسکی بوده. اوز میریم پیشی شلنگ غوث، تروبای غوث. همجوری رسید آماده من جایی که من همین سوال میکنم که برای چی همین سفید هایو در برآمد سیاه میشه و یک دو سوال کنم شما باید بیدید رو انا باید سیاه برآمد در خدا. آقای ابراهیم سلام علیکم. شما با ما یک سوال جواب دید. اول بگوید این چه تولید می شود از همین جگوی همین 30 چند به چند از این چند از وای چند آموخته می شود. کارت از اینا میزنید. لبن. این LL مواد سبک با 6 تا رشتی همین مواد سنگینه. این دوتا با هم میکس میشه. خب 10 تا ترجمه میشه 6 به 4 میشه 10 تا. ما برای هر 10 کیلو 8 کیلو مستر بچ میزنیم. 10 کیلو سفید 8 کیلو سیاه میزنید؟ آره 10 تا کیسه 25 کیلویی میریزیم میکسش میکنیم بستگی به ترکیبی که بهمون میدن به اون داریم. 8 کیلو هم از این مستر بچ که رنگ میده میذاریم داخل این میکسره به مدت 10 دقیقه میکس میشه مواد با هم قاطی میشه اینطوری میاد بعد میره داخل دستگاه داخل ماشین میره جلو خیلی رنگی میشه. چون اگه مستر بچ همین مواد سیاه داخلش نره طیفامون سفید میشه. برای چی سفید زیاد است و سیاه کم لیکن در آخر محصول سیاه می شود؟ اینا دیگه اینجا که تاب میخوره از اینجا میاد داخل هاپر. اینجا که تاب میخوره با هم قاطی میشه. اصولی که همین 10 دقیقه میکس میشه برای همینه. میذاریم تو میکس شه. حدودا یکی میشه. برای چی محصول شما در اینجا سفیدش بسیار است؟ ببینید سفیدش بسیار است. درست؟ سیاهش کم است لیکن در برآمد سیاهش رنگ سیاه می شود. چون برای چی؟ چون برای الان 10 تا کیسه حساب کنیم 8 کیلو مستر بچ قانون گذاشتن برای ما 8 کیلو مستر بچ باید بزنیم. یعنی که آره مواد سیاه شما قوت یعنی رنگش بسیارتر است. رنگ آره. یعنی حدوداً فکر کنم کیسه ای 800 گرم میشه. آره 800 گرم از اینا داخل یک کیسه از اینا میزنیم میشه معلولش با هم میکس میشه میره اونجا دیگه ما تیپ راه اندازی میکنیم و دور موتوراش میدیم اوکی میشه. اصلا رنگ به نام سفیدی نداره. این مثلا بعدی که قاطی میشه میره جلو یه کلا رنگی میشه. تشکر باشم. خواهی تا این قسمت ها رو هم توضیح تشکر. بدم. من دو قسمت گرفتم. آره. نوار گرفتم من دیگه قسمت دارم. تشکر آقای ابراهیم باشم. هم دیوران عزیز فهمیدید نفهمیدید همین قشنگ فهمیدم که 8 و چند میاندازن کم چند میاندازن و آخر سیاه میشه. خلاص دیگه میریم جوی من این تروبا بروری از اولش نشون میدم. من اینجا هم همین تکنیک‌ها هست. آلمانی یعنی گرمانسکی. من هم جا خالتا زدگی پر از مواد است. اینو نفت چون که بسیار است مواد چون ارزانی است. باور میکنید آب نیم لیتره یک سومانی است. آب نیم لیتره از فکر میکنم از سبب ارزان بودن همین ظرفش یک سومانی آب شون. از ما 3 سومانی یک آب نیم لیتره مون. اینو یک سومانی در مغازین آب نیم لیتره راحت میکنید. من ببینید
اینقدر محصولات تیار که برای فروش تیار کردگی من میبیاید سر میشود اینم سیکلش همون سیکل یعنی ترتیبش همون ترتیب من از اینجا سر میشه اینجا میریزن داخلی همین میبیاید آمیخته میشود میریزد آب میشود بعد برآمده رفتن میگیره روبه میشود یعنی قبور میشود من قبور من رفته دست بدیم من اون طرف رفته دارم همین اپارات چون همین تجهیزات چون تو رزمری همین کشودی هم میزده است همین رزمری دیده از بلوتو پویون این حالی این رزمری دستوده است میتونن رزمری کلانتو همین رزمری زنن تو 100 چنده همین یک اپارات چند رزمری میزده است اون خیرش من معبودش این معبودای اولیه معبودای تاجیکستان برید بین از لینچه و از بخلشگاهی دویم سه مرتبه آب میشدگی نه من همکل قبورهایشان من برآمده رفته است من این 3 سال شده این اپاراتاشون این تروبه غوث این 3 سال تروبه غوث جوش های خوب پیچکن اینجا آب میشد و اینجا برآمده رفتن میگیرد تروبه غوث میشد و میبینید من اینجا میبرن بگمونم اینجا جای بریدن است متر خطی میبرن خود میبینیم قبوری غوث کور نکرده است این ایستادگی لیکن انوای قبور رفت شده است رولون شده است چند متر کشید автоматика запрограммировать кардагӣ бурида мекардад اینجا تو 200 متر رولون کرده میدادن اگر زکاس کنید 100 متر خواهید 100 متر 200 متر خواهید 200 متر من این قبوری بگمونم 76 باشه این قطرش چند است؟ 60 قطرش 16 باره 16 بار 160 میلیمتر 16 سانتی متر است نفهمیدم خلاص گپ همین منم بیارون عزیز این بود یک نواری از заводи шлангбурорӣ дар паноҳи худо бошед хай ба кадоме дар кор бошад баъд ина даракашон меёбед маслиҳат карда мебаредон агар нархаш дуруст биёяд сифаташ дуруст биёяд яки сифати ино беҳтарин аст эронӣ дар бозор сифаташ беҳтарин аст дар паноҳи худо бошед